یکی از اون دستایی شد که گل کم را در بازی با دروازه ترمیم داد، یعنی او خط دفاع رو خیلی قوی کرد. صدا که داور بالا میشود. دوستان عزیز، بازی دستای سورا کمپانیا و استقلال امکانیت برای زدن ضربه و گل. کامران علیف با زدن گل دست می‌یابد. دوستان ارجمند و استقلال که با گل انجام داد. میتوانید بار دیگر متوجه شوید از موبایل دو نفر خود را رها کرد. اینجا کامران امکانیت خوب بود. اگر فیضلی سردارов توپ را قبول میکرد، پس برای ضربه زدن امکانیت پیدا میشد. امکانیت نوبتی ضربه و گل. نصرت شاه اسماعیلوف دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد. حساب رقابت را او 0-2 میگرداند. بازی عالی در اجرای فوتبال بازان دسته استقلال. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم که چگونه فیضلی سردارов پاس با کانال، خیلی پاس خوب، ضربه و گل. کامبیناسیون عالی ترین و زیباترین در اجرای فوتبال بازان دسته سورا کمپانیا که در نهایت کار با گل زده محمد گراوند آورد. میتوانیم توجه کنیم بار دیگر. خیلی کامبیناسیون عالی. مسلم محمدزاده مشاهده کنید که چگونه پاس عالی ترین داد با موقعی که اونجا را آزاد از با کانال بختیار سولیف در کانال مبارزه را ادامه میدهد. پاسیو ضربه با طرف دروازه و گل. مسلم محمدزاده بهترین گل بخشا کرد و در گل دوم ضربه بسیار هم عالی زد. میتوانیم بار دیگر توجه به این فرصت کنیم. با پای چپ ضربه اجرا کرده شد. پیرا واحدوف با هجوم میروند. در پاس و در خطا دیده می شود. امکانیت برای زدن ضربه رستم حمیدوف پاس میدهد، ضربه میزند. این ضربه برطرف می شود. دوکایو محمرov ضربه و به تیر دروازه میرسد. امکانیت نوبتی و در نهایت کار توپ از میدان بیرون می شود. میتوانیم مشاهده کنیم. نه، اینجا توپ وارد دروازه نگردید. در لیگ عالی مملکت ضربه اجرا کرده می شود. خیلی ضربه قوی و گالیسیمو دلشاد سلاموف ضربه بهترین او که با گل انجام می یابد. با صحنه تکرار متوجه می شویم که این ضربه چگونه اجرا کرده شد. بام! محمد مصطفی هیچ کار کرده نتوانست. البته فیروز بکمرادوف هیچ کار کرده نتوانست. پرتاب نوبتی اجرا کرده می شود. ضربه به طرف دروازه. خیلی ضربه خوفناک. ضربه به طرف دروازه. خیلی امکانیت خوب و به توپ نرسید. کامران علیف رو برابر کردن. می توانیم بار دیگر متوجه شویم. دیگر تمام. روشن ارزو محمدوف ضربه به طرف دروازه. تمام دوستان ارجمند. دسته سورا کمپانیا بار سیوم پیاپی غالب یک رقابت جالب و دیدنی را ما با شما تماشاگران دسته سورا کمپانیا و در دل مخلصان این تیم جا پیدا کند و از همه مهم با سرمربی دسته را پیرا واحدوف را. اکنون نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت دلشاد جورزاده جام را با فیضلی سردارov میدهد و تبریک و تهنیت میگوییم دوستان ارجمند. تبریک و تهنیت میگوییم دسته سورا کمپانیا را با غلبه مهم و زیبا در بازی برای دریافت سوپر جام مملکت. 3 سال پیاپی دسته سورا کمپانیا این جام را به دست آورد، یعنی سوپر جام را، و آن را اکنون مال خود میکند. کل فوتبال بازان این دسته